یه صحبتی با خانم ماهره عاشقی داشته باشیم. سرکار خانم عاشقی، شما هم راوی قصه های کودکان هستید و آموزش دهنده قصه و شعر به زبان تالشی به بچه ها و همچنین شاعری که به زبان تالشی شعر میگه. هر آنچه دل تنگت میخواهد بگو در وصف خودتون که دیگه من واژه کم آوردم. به نام خدا. من ماهره عاشقی ماه هستم. خوش آمد میدم خدمت شما. خیلی خوش آمدید. بنده در واقع کارمند کتابخانه عمومی هستم، کتابدار کتابخانه شاندرمن هستم. در اونجا من قصه ها و شعرهای فارسی میگفتم برای بچه ها. کم کم خب چون تا شاندرمن هستیم به هر حال به زبان تالشی صحبت میکنیم. به پیشنهاد همسرم یه سری قصه ها و شعرهای تالشی برای بچه ها خوندم، ببینم عکس العملشون چیه. بسیار بسیار مورد توجهشون قرار گرفت و این انگیزه به من داد که این کار رو ادامه بدم، به طوری که حالا شاید مثلا قصه ها رو براشون میگفتم مثلا این بچه‌ها شلوغ میکنه، شیطنت میکنم، به محض اینکه قصه تالشیشون میکنم چشم همه بر میزنه، همه ساکت، همه یه گوشه میشینن که ببینن که مثلا قصه میخواد به کجا بره، چه کلماتی گفته میشه. خب این باعث شد که من این کار رو ادامه بدم، به بچه‌ها آموزش بدم، هم شعرخوانی رو هم قصه گویی رو. خدا رو شکر الان دخترها و پسرای گلی که اومده بودن پیش من الان خدا رو شکر همه حتی در سطح صدا و سیما هم دارن اجرا میکنن، در همایش‌های مختلف در جاهای مختلف اجرا میکنن. یک کتاب شعر هم دارم که از سال 91 وارد انجمن شعر شاندرمن شدم و نتیجه تلاش‌های سالیان یک مجموعه کتاب به نام آفتاب و سا است که به زبان تالشی هست، ترجمه فارسی داره و در پایانش لغت‌هایی که آورده شده، یک لغتنامه خیلی خوبی داره در پایان کتاب که به هر حال کلماتی که ما مثلا در شاندرمن استفاده می‌کنیم شاید در جاهای دیگه استفاده نکنه. به طبع همینطوره، لهجه به هر حال اون واژه‌ها فرق می‌کنه. خانم عاشقی، شما انگیزه این که به بچه‌ها در حوزه به هر حال ادبیات کودک هستید دیگه، حالا رشته تخصصی رو هم کتابداری هست و اینکه در اون حوزه سر و کارتون با بچه‌ها هست. چه هدفی داشتید از اینکه وقتی دیدید به عنوان یک کتابدار بچه‌ها به شما مراجعه می‌کنن، دنبال کتاب قصه هستن، خوانش کتاب هستن، چه هدفی داشتید که دوست داشتید این تالشی رو بهشون مثلا القا کنید در حوزه اینکه بچه‌ها بیان با این نگاه؟ شما فرمودید که بچه‌های شما در حوزه صدا و سیما هم در بخش‌های مختلف دارن اجرا می‌کنن، در همایش‌ها حرفی برای گفتن دارن. اولین روزی که این به ذهن شما رسید با چه نیتی؟ والا روز اول خب به هر حال من چون کتابدار هستم در مجموعه کتابخونه‌ها یک سری فعالیت‌های فرهنگی داریم که به هر حال جزء وظایف ما هست که به بچه‌ها آموزش بدیم، معرفی کتاب داشته باشیم. من دیدم که به هر حال ناگزیر با همسر پژوهشگر وقتی که زندگی می‌کنی ناگزیر شما هم درگیر این مسائل، این قصه ها، این پژوهش ها میشین. خب برای من خیلی جذاب بود. من نگاه کردم دیدم که مثلا مفاهیمی که میخوام به بچه‌ها آموزش بدم در این قصه ها چقدر خوب بیان شده. یعنی مثلا وقتی که بچه این روایت رو یا این آموزش رو در واقع در قالب قصه میشه راحت میپذیره. این باعث شد که خب من گفتم حالا میتونم از کتاب‌های و قصه‌های بسیار زیبای کهن فارسی هم استفاده کنم که همینطور هم هست استفاده می‌کنیم، ولی در لاولاش گفتم یک سری قصه‌هایی که خاص تالش باشه و بچه احساس تعلق میکنه. وقتی میره برای مادر بزرگش تعریف میکنه میگه ما تمام بزرگ من اینو هم یاد گرفتم. خب استقبالی که خدا رو شکر خانواده ها میکنن از این قضیه باعث شد که این کار ادامه پیدا کنه. میگم به هر حال ما برای قصه کم میاریم، شعر کم میاریم. من به خاطر همین اومدم بچه‌ها بعضی از من میخواستن که مثلا خواستن در مسابقات شرکت کنن، اینا میخواستن شعر کودک نداشتن. ما شعر کودک تالشی واقعا خب از قدیم یک تیکه های مونده بود ولی خب کوچیک بودن یا مثلا هر کسی نمیدونست. من از آقا مفید خواستم که بچه‌ها من میخوام شعر بخونن، شعر ندارن. خلاصه بعضی از شعرها شاید برای همون بچه‌ها سروده شد. اختصاصی. آره حتی اختصاصی تالشکی لایمه اینا حتی برای بچه‌ها اختصاصی شد سروده شد. بعد تعدادشون خدا رو شکر کم ولی میمونه برای همه. ولی برای همه موند. الان خدا رو شکر همون کتابا همون شعرها رو خیلی بچه‌های بیشتری دارن تکرار میکنن و خب باعث خوشحالی ماست. درود بر شما.
خانم عاشقی، من شنیدم شما مقام آور هم بودید در این حوزه که فعالیت داشتید، اونم میشه بر ما بفرمایید؟ بله، ما در اداره کتابخانه ها که هستیم سالیانه یا مثلا یک جشنواره قصه گویی برگزار میشه که همکاران مختلف شرکت میکنن و اونجا قصه هاشون برگزاری میکنن و به هر حال مورد داوری قرار میگیرن. به هر منم یه دونه از قصه ها رو بر باز آقای بیشتر که مثلا به من گفت ماهر تو یکی از قصه ها تو بساز. اولی گفتم که نه و بلا بساز، دیگه گفتم حالا میذاریم ببینیم چی میشه. به حالا به انتظاری که داشتم رو گذاشتیم و با یک لباس تالشی پوشیدم با المان‌های مختلف تالشی، قصه تالشی شالات ارسل محمد رو گفتم. اون قصه برنده شد در استان، در مرحله اول برنده شد و سال همین پارسال هم، یعنی در واقع همین امسال بوده، پارسال با اوضاعی که این جوابش امسال اومد، یه دونه از قصه های تالشی دیگر رو گفتم که مقام کشوری آوردیم. مقام کشوری نه، مقام استانی آوردیم. خب رفتیم در چند مرحله‌ای بود، اول که استانی، منطقه‌ای و کشوری. بعد در قسمت استانی بنده رتبه اول رو آوردم، اونجا قصه موچو گزه و مایکله رو گفتم و بچه ها خدا رو شکر مرتوجه از آقل. خب خدا رو شکر. پس شما الان راوی قصه های در واقع تالشی هم هستید و این هم یک رسالت بزرگیه. خیلی ممنونیم از شما. بخش دوم را اگه اجازه بدید بریم پیش مجموعه‌ای که به شکل کاملا سنتی چیدید. از کتابخانه خداحافظی کنیم، هرچند خیلی سخته ولی خب از کتابخانه خداحافظی کنیم تا من اینجا کم نرم، فقیرم در مقابل کتابخانه شما.